بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. حسین جان، در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. هر که نزدیک خدا شد به شما نزدیک است. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس یاد خدا که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. عزاداری هاتون، عرض ارادت هاتون به ساعت سید الشهدا قبول باشه. خیلی ممنونم که این نوبت از یاد خدا رو هم افتخار میدین، همراهی میکنین. همچنان به دعای خیرتون یک جای خیلی خیلی نورانی و معنوی هستیم. اگر برنامه‌های شب‌های گذشته رو دیدین که حتما میدونید، اگر نه از امشب به بیننده های برنامه ما اضافه شده باشین. ما امامزاده سید علی هستیم در قم مقدس که این امامزاده از فرزندان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستند با 3 واسطه. یک امامزاده به شدت نورانی صاحب کرامت که حتما توصیه میکنم انشاءالله در اولین فرصت قم تشریف آوردید به زیارتشون مشرف بشین. خیلی ممنونم که اینجا هستین و یاد خدا رو تا پایان همراهی میکنم. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. خیلی خیلی خدا رو شکر که امشب هم افتخار داریم میتونیم بهره مند بشیم از فرمایشات دلنشین و پرفایده حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریایی عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدین، قبول باشید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. الهی آمین. و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. الهی تسلیت بنده رو هم پذیرا باشید. این ماه غم و اندوه هست نسبت به اهل بیت علیهم السلام، یک حزنی عالم رو میگیره. انشالله توفیق عزاداری داشته باشید. الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم از شما. ممنون. خب محرم از نیمه گذشت تا جای عزیز. نیمه‌ای که نیمه اول که حاوی دهه اول بود که دهه اول پرشورترین و پرحرارتترین و گریه آورترین دهه همه ماهای سال دیگه. درست. اون رو پشت سر گذاشتیم، سوم امام رو هم پشت سر گذاشتیم.
داریم از نیمه‌اش رد میشیم. چطور دیدین محرم و امسال؟ الهی شکر که یک سال دیگه هم محرمش به عزاداری گذشت. انشالله به غفلت نگذره. الحمدلله از یه جهت قصه اهل بیت علیهم السلام رو داریم، از یه جهت هم خوشحالیم که توی هیئتی، یه اشکی، یه جایی، خدا رو شکر ما تو مسیر اینها هستیم. اگه آدم نباشه یعنی هیچی نداره، اگه آدم نباشه یعنی تو مسیر نیست. همین راه نجات همینه. ان لیل حسین هم داریم، ان الحسین هم داریم، ان لیل حسین مصباح الهدى و سفینه النجات، کشتی نجات، چراغ هدایت. اونهایی که سوار نشدن یغرق من درک، کسی که ترک کرد سوار شدن این کشتی رو غرق شد، تمام شد. قاعده الهی هم اینه، کشتی نجاتش رو قرار میده کشتی حضرت نوح. طبق قاعده عادی دنیایی نگاه بکنی 1000 کوه و جای مختلف هست، به سر حضرت نوح هم به کوه پناه برد. ولی کشتی نجات یه دونه است، اونی که خدا قرار میده. نوحی که کشتی ساز نیست، خدا او رو کشتی ساز قرار میده، راه نجات هم او قرار میده. وقتی هم که کشتی میاد پایین، رو همون کوه میاد پایین. خوام بگم فهم راه نجات خدا اینو قرار داده. ان لیل حسین یا ان الحسین، خدا او رو راه نجات قرار داده. خدا کنه این دهه و طول زندگیمون به ارادت بر اهل بیت علیهم السلام بگذره. ولی خب این دهه یه تعظیم شعائر خاصی نیاز داره. هم برای خودمون خوبه، هم خیلی راحت تر از کنم خار چشم دشمنانه. این عزاداری ها خودش هادی است. اینم عرض بکنم یکی از عزیزان ما در یک عرض شود که تحقیقی نسبت به مستبصرین، کسایی که عرض شود که به دین، به مذهب شیعه مشرف شدن، از اینها یه تحقیقی کرده بود که چی شد، شما از کجا کارتون شروع شد. بالای 80%، این عددی که میگم رسمی است، بالای 80% گفتن از روزه ها شروع شده. ما اینو میشنیدیم، میدیدیم، یا از شبکه ها توی کشور دیگه اصلا میشنیم خدایا اینا چی میگن، مسئله شون چیه، این سوز و آه و ناله آخه برای چی؟ مگه میشه پسر پیغمبر آخه مثلا از حیث تاریخی بعد میرفتیم میدیدیم همه دارن تایید میکنن. از اینجا شروع کار اتفاق میافتاد، جرقه زده میشد، بعد به مباحث تبیینی میرسیدن. اینو کم ندونیم مسئله عزاداری رو که بگیم آقا یک شعیره است و یه عزاداری است یه گوشه تمام میشود. نه، خودش عادی است، بهش اهمیت دادن. اگر نبود اینقدر دشمنان اهل بیت علیهم السلام سعی در خاموش کردنش نداشتن. تو کشورهای مختلف ببینید بعضا خیلی فشار میارن، محدودیت ایجاد میکنن. من گزارش‌هاشو حتی تو تلویزیون میبینم، گاهی نشون میده فلان کشور 2 ساعت وقت دارید، نمیدونم از این خیابون تا این خیابون میبندن. اینا معلومه یک چیزی رو متوجه میشن، اینجا یک فریاد آزادگی است. این باید تو همه جا، هر جا فریاد آزادگی باشه یعنی دشمنی با استکبار هست، یعنی هیهات من الذله هست. الهی شکر که خدا توی کشور ما این توفیق رو داد، همه با هم دست به دست هم داریم. انشالله محرم خوب رو داشتیم انشالله. من یه چیزی رو این سال اول پرسیدم که مقدمه بشه برای این بسم الله. یه چیزی رو چند سالی پیگیری کردم، خیلی جالبه. تو 2 تا ظرف زمانی، یکی ماه مبارک رمضانه، یکی هم ماه محرم و صفر، عمده این دهه اول، حالا نیمه اول ماه محرم، آمار تخلفات و جرائم خیلی محسوس میاد پایین. درست. اما یه نکته که قابل تأمله، بعد که تموم میشه دوباره با یه شیبی میاد بالا. پناه بر. میخوام بگم که ما توی این دهه اول محرم، توی این نیمه اول، حالا اونایی که هیئتی ان و خیلی بالاخره در طول سال هیئت‌ها رو میرن و دهگی‌ها رو میگیرن، دهه دوم، دهه سوم تا آخر سفر در طول سالم، ولی عموم مردم که اینجوری نیست. درست. بیشتر خیلی ها فقط همین دهه اول محرم دیگه بیشتر تو حسینی‌ها هستن و اینا. اینو ما بخوایم حفظش بکنیم بعد از این دهه، بعد از این عزاداریه، این که رفتیم تو هیئت نشستیم گریه کردیم، سبک شدیم. درست. حالمون حال خوشی شد به برکت گریه برای سید الشهدا، برکت سینه زدن، عزاداری کردن. حالا این حال قشنگی که به دست اومدن میخوایم حفظش بکنیم برای در طول سال تا محرم سال بعد،
اینجا باید چیکار بکنیم؟ گیر کار کجاست که این آمار اینجوری دوره میره بالا؟ اینو میخوام توضیحش از شما بشنوم. تا بعد از فاصله که فکر کنم باید دیگه کم کم بگیریم و برگردیم یه مفصل توضیحش با شما بود. اشکالی نداره؟ خواهش می‌کنم. دست شما در نکنه. مخلص. بارو روی سر مجنون توی خیابونه رویایی میلرزه پاهاش بارونی چشماش میگه خدایی تو آقایی من منوسم با حرم تاقا حرم تو والله برام بشته انگار دستی اومده و از غیر روی دلم اینجور برات نشته کربلا 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 اللهم ارزقنا کربلا میدونم آخر میرسه یه روزی کنار تو آروم بگیرم با چشمای تر یا که توی هیئت یا وسط روزه یادم میاد که مادرم هر شب منو میآوردش میونه هیئت یادم میاد مادر من با عشق میگفت تو رو کشتن تو چه غربت کربلا 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 اللهم ارزقنا کربلا خیلی خیلی ممنونم که هنوز دارین برنامه خودتون یاد خدا رو تماشا میکنین. به نظرم سوال مهمی پرسیدم اما شاید الان شما اضافه شده باشید به برنامه. من یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم، اجازه میدین اونجا؟ سوال این بود که این که ما دهه اول عزاداری کردیم تو این نیمه اول ماه عزای سید الشهدا، اینقدر حالمون بهتر شد، زلالتر شدیم، شفافتر شدیم، سبک شدیم. این نورانیت، این معنویت رو چجوری حفظش بکنیم در طول سال که امام حسین در طول زندگی ما همینجور سال به سال، ماه به ماه، روز به روز جریان داشته باشه؟ خب اولا تایید فرمایشتون، زمانها و مکانها در نزد خداوند با هم مساوی نیستن. پایه قرآنش چیه؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. یه شب قدره ولی بهتر از 1000 ماه، بیش از 80 سال. تازه اونم خیرون، بهتر است. پس زمانها مساوی نیستن، مکانها هم اینجوریه. زمین مسجد الحرام، زمین کربلا اصلا مساوی نیست. خاک کربلا مساوی نیست با خاک‌های دیگه. یک شرافت‌هایی وجود داره. برای خود ما گاهی اینو حسم میکنیم وقتی تو حرم امام رضا علیه السلام هستیم، داریم نزدیک میشیم به ذری، حال و هوای خوشی داریم، میخوایم حرف بزنیم. این با موقعی که تو بازار دارم میسرم میبینم اون جنس رو نگاه میکنم، میفهمم حالم متفاوته. من یه آدمم ولی دو مکان دو تا تأثیر متفاوت داره. حتی اصحابم از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه پرسیدن آقا ما پیش شما میایم خیلی حال خوشی داریم، فکر کنید پیش رسول الله بشینی با اون خلق خوشش، با اون چهره نورانیش، با اون بیان شیواش بشینی اینجوری صحبت کنی. ولی از شما که پیش شما که میریم مثلا تو بازار میریم و تو خونه و اینها، اصلا حال و هوامون عوض میشه. بله این مسئله هستش، اما سوال اینه چجوری حفظش بکنیم این حالت رو؟ با تذکر است، با یادآوری است.
یه وقت یعنی اینو با یه قصه کوتاه عرض بکنم خدمتتون. یه خیاطی بود، وقتی پارچه پیشش می آوردن، پارچه خوبی و ارزنده‌ای بود، یه تیکه رو برای خودش برمی داشت، قیچی رو برمی داشت و یه تیکه می برای خودش. بله حالا حرومه دیگه. خلاصه این کارو میکرد و یه شب خواب دید که یه قصه معروفی داره این، یه شب خواب دید که این بستنش به یه علمی و این پارچه ها هم همه رو به اون علم بستن و دارن میبرن طرف جهنم. آقا چیه جریان؟ این پارچه هایی است که از مردم بردی. خیلی هول برش داشت و خیلی حال بد و از خواب پرید. فردا صبحش به شاگردش گفت فلانی هر کسی پارچه آورد، اگر دیدی من اون اول دستم به قیچی رفت به هم بگو اوستا علم. اوستا چیه؟ معنیش چیه؟ گفت تو کاری به این حرفا نداشته باش، چون حال و هوای وحشت گرفته بودتش. بگو چی؟ اوستا علم. اوستا علم یعنی یاد اون علمه که تو خوابه، ولی توضیح نداد برای شاگردش. پارچه اول و دوم و پارچه ها رو دست کشیدی، پارچه خوبیه، دست رفت طرف قیچی. شاگردش نگاه کرد گفت اوستا علم، زود دستش رو از رو قیچی برداشت. سوم چهارم دوباره پارچه خوبی اومد، اوستا علم، زود دستش رو برداشت. پارچه پنجم ششم ترمه بود. قدیمی ها میدونن ترمه چیه، پارچه بسیار نفیسی است. بله یه ترمه زریدوسه، یه چیز اساسی. دست کشید دلش رفت، مثلا نمیشه از این گذشت. دست رو برد طرف قیچی. شاگردش گفت اوستا علم، دید قیچی رو برداشت، گفت اوستا علم، قیچی رو گذاشتم پارچه. گفت اوستا علم، گفت این یکی رو بگیر قلم. اینو دیگه. بعضی موقع ها ذکر و یاد است. این اوستا علم رو یکی باید به آدم بگوید. قدمای ما، عزیزان و بزرگوارانی که این سنت ها رو گذاشتن هفته یه بار زیارت هاشون را بخونید. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، رضوان خدا برش. ما یه روز در میون در مدرسه های مجتهدی کلاس عمومی داشتیم، حتما هم توش روزه داشتیم. حتما رو یه لاین که تولد اهل بیت علیهم السلام بود، اونم ذکر بود، منتها ذکر به صورت روزه نبود، ارجوزه خوانی بود و یا مثلا شعری بود که کسی می آمد میخواد. یعنی این یاد باید زنده نگه داشته بشه. خودمانی عرض بکنم، همین سالی یه بار ما تو سن 8 سالگی 10 سالگی تقریبا دیگه تمام روزه ها رو شنیدیم. میدونیم امام حسین علیه السلام چگونه به شهادت رسیدن، حضرت علی اکبر علیه السلام، تمام این اصحاب رو از حیث علم و دانش بدانه. خب سال دیگه یه طور جدید که نمیخوایم بگیم که چه اتفاقی میفته، چرا هر ساله این مطلب رو میگیریم که خود مطلب از یادمون نروند. ذکر زنده نگه میداره. این که اینقدر استحباب داره گاهی زیارت اهل قبور برید. وقتی میری اونجا یه مسئله خیر رسانیه به اون میته، یه مسئله دیگه هست که تو هم میمیری، تو هم یه روز جات همین جاست. پس حواست رو نسبت به زندگی جمع بکن. کفا بالموت واعظا، برای موت کفایت میکنه برای انسان که موت واعظش باشه، نسبت بهش وعظ نصیحت کردن. پس ما نسبت به اینها یک یادآوری نیاز داریم. چرا؟ چون انسان رو بعضیا میگن از نسیان گرفته بشه، فراموش، ذاتش همینه، فراموشکاره. یکی رو دوست داره، میگذره ازش، از دنیا میره 1 سال 2 سال، بعد یادش میره، بعد کم کم شب سالش هم یادش میره کی بود، بعد اصلا از خاطر محو میشه. خاصیت انسان همینه. داغی که از ابا عبدالله علیه السلام رو دل انسان نشسته. شما 2 مثال زدید، یک جریان محرم بود، یکی ماه مبارک بود. بله. تو ماه مبارک همون حال معنوی که آدم پیدا میکنه، این مسئله رو نباید بذاره خاموش بشه. یعنی همان روزه‌ای که در محرم بود، ماهی یه بار سه‌شنبه صبح آقای فلانی، بله خیلی آقایون اصلا شرکت میکنن، میره اول ماه، اون روزهه که تو ماه مبارکه بگیر، دوشنبه است، پنجشنبه است، اول ماه بگیر. اون یه صفحه قرآن خوندنی که حالا یه جز توی ماه مبارک بود، یه صفحه قرآن رو بخون، زنده نگه دار. مثلا هفته یه شب یه هیئت، ماه یه شب مثلا هیئت. این خاصیت داره، این حالت رو زنده نگه میداره. مثل عکسیست، شما از عزیزت از دنیا رفته ولی این عکس رو روی تاقچه نگه میداری. این عکس روی تاقچه حافظه شما رو زنده نگه میداره نسبت به اون حادثه. این عکس گاهی به گفتار است مثل روزه، گاهی به دیدار است. السلام علیک یا ابا عبدالله. لذا راجب مثلا مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم، اینا رو بگید با هم دیگه تو مجالستون،
حرف بزنید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و از مناقب حضرت، روزه تکرار بشود، قرآن خوانده بشود، از این حالت سکوت معنوی بیرون میاد. سکوت معنوی یعنی روزمره شدن زندگی. بیفتم توی وادی که دیگه اینها از یادم برود. کسی که اول یه کاری با یه انگیزه میاد، ما برای طلبه ها همیشه میگم که عزیزان ما توی طلبگی نیاز داریم، حتما باید هفته یه بار یا بالاخره تو هر موقعیتی که پیش میاد اون انگیزه های اول طلبگی رو با همدیگه بحث کنیم. برای خدا اومدیم ما، برای احیای دین پیغمبر اومدیم ما، برای اینا، وگرنه کم کم آدم هضم میشه و حل میشه، میره توی وادی دیگه. درسته. یه سوال جدید بسم الله. فرمایشات شما برای من پیش آورد. بسم الله. فرمودین که بعد از چند بار اوسا علم که جواب داد، اونجایی که دیگه خیلی اون پارچه قیمتی بود گفت این یکی رو به یه غلط. درست. یعنی دیگه یاداوریه هم انگار اونجا جواب نداد. سوال به نظر میاد که یاداوری خیلی مهمه، ولی اگه غلط بود حتما اصلاح بکنیم. احساس میکنم که شاید یه چیز دیگه هم که خیلی بتونه کمک بکنه که ما این زلالیت رو، این نورانیت رو، این معنویت رو بتونیم کش بدیم در طول سال، عمق بخشیدن بهش باشه. شاید، نمیدونم، هم تو خود اون دهه هم در طول سال دیگه، مثلا هر بار یادمون افتاد یا چیزی، یه ذره مثلا یه پله جلوتر بریم، نمیدونم، یه ذره لایه ها رو اینجوری هست. اصطلاح شرعیش و ثبت اقدامن، ثبوت قدم، استحکام. برای اینکه پارچه هر چی هم ارزشمندتر باشه، حتی به اندازه اماننامه به حضرت ابوالفضل علیه السلام، این پارچه همون معنا رو میده. اصلا یکی از روزه های حضرت ابوالفضل علیه السلام اینه که رو من چه حسابی کردن که اماننامه، چقدر دلش شکسته وقتی این اماننامه دیده، دست از حسین بردارم. چه فکری کردی؟ برای من من ابوالفضل این خودش یک روزه است. اگر دل حضرت چقدر سوخته این اماننامه به دستش رسیده، این دیگه جان دیگه، فکر میکنم عزیزتر از جان که چیزی وجود داشته باشه. لذا بله، ایمان گاهی عمیق است، گاهی سطحی است، گاهی با یک کلامی، با یک حرفی ریب ایجاد میشه، شک ایجاد میشه، نگاه میکنی دل طرف خالی میشه. امامش رو هم تنها میگذاره، مگه نگذاشتن؟ به واسطه پوله. حالا یه وقت اون پارچه است، یه وقت میاد زمان مسلم ابن عقیل ابن زیاد میاد میگه به خانواده هاتون، به زناتون طلا میدیم، جواهر میدیم. مسلم ابن عقیل که بیش از چندین هزار نفر باهاش بیعت کردن، تبدیل میشود به تنها. میگه وقتی من نگاه کردم در کوچه، نگاه کردم هیچ کس پشت سرم نیست. مسلم ابن عقیل است که وقتی دور تا دوره عرض شود که اون دارالحکومه رو گرفتن، ابن زیاد نمیتونه از در بیاد بیرون، تو ایوان میاد، مردم ناسزا بهش میگن، برمیگرده. لشکر مغلوبه رو نگاه کنین، بله که اینها ایجاد میکنه این مسئله رو، منتها قیمت افراد فرق میکنه. ولی اگر ایمان شد قوتون فی دین، امیرالمؤمنین علیه السلام نهج البلاغه میفرماید اگه قدرت و قوت پیدا شد، دیگه جنس فروشی نیست، دیگه ثبوت قدم پیدا میکنه. یکی از دعاهایی که ما داریم، همش دعا میکنیم، تو زیارت عاشورا میکنیم، جاده دیگه میخونیم، و ثبت اقدامنا، خدایا پام نه لرزه، سست نشه، ایمانم قوی باشه، نفوذ در قلبم کرده باشه، تمام وجود من رو گرفته باشه، ماهیت من سوای از حضرات اهل بیت علیهم السلام نشه. همدیگر رو دعا میکنیم، میگیم ان شاءالله عاقبت به خیر باشین، یعنی تا آخر هر چیزی هم که پیشت اومد نتونه تو رو تغییر بده، بمونی تو پای کار حضرات اهل بیت علیهم السلام. دعا میکنیم همدیگر رو ان شاءالله، و اینطور هم ان شاءالله میشه. من خیلی دلم روشنه کسانی که تو این مسیر هستند کمتر پیش میاد دل بریده بشن، خود حضرت هم ان شاءالله دست گیره. الهی آمین. خیلی خیلی ممنونم. خیلی از سلامت باشید. عواملی نداریم. ارزی نیست، خدا حفظتون کنه. مخلص شما یا همچنین مخلص شما هستیم. علی یارت. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. فرمایشات حاج آقا من یاد این دعا انداخت. خیلی ذکر خیر دعا شد و اینها. دعایی که در زمان غیبت سفارش شدیم بخونیم. بخونم با شما. خدا